ناو آمریکایی در خلیج فارس زد یک هواپیمایی رو با قریب 300 مسافر ساقط کرد و سوزون و غرق کرد و همشون رو از بین برد. جنجال شد، دنیا به حقانیت ملت ایران در این حادثه واقف شد. عذری که خواستم گفتن ببخشید اشتباه کردیم. عجب، اشتباه کردیم؟ غلط کردیم، اشتباه کردیم یعنی چه؟ من همینطور که قبلا هم گفتم به نظر من این صالحه میاد و شلیک موشک نباید باشه. اینها همش حجمه های سیاسی هست. همه یگانه های آفندی و پدافندی در آماده باش 100% و اما با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه و در اون لحظاتی که در واقع این اتفاق میفته این سامانه مواجه میشه در فاصله 19 کیلومتر با یک هدفی که کروز تشخیص داده میشه. با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده، این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره، دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه و این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه، موشک شلیک میشه